های گایز، خوشم به ویدیوی دیگه. امیدوارم که چطورتون عالی باشه. ما اومدیم تو این ویدیو کرم باشیم، انگل باشیم، مریضی باشیم، کثافت باشیم. قرار ما یه ویروس باشیم که اومدن رو ما آزمایش کردن و فهمیدن بله ریدن. در واقع قرار بوده ما یه آزمایش باشیم که مثلا میکروب از بین ببرن، ولی با این آزمایشی که انجام دادن ما رو تازه به وجود آوردن. عجیبیش خیلیه. بچه ها خیلی حال میده وقتی با موس و کیبورد باش بازی میکنی. راه پیدا کردم. نخوردمت که حالا اینقدر جیغ و داد میکنی. اشتباه گرفتم. بچه راه نمیاد. این چیه این بغل؟ غیب شد. کجا فری؟ راه. بچه ها بازی اصلا خود کرمه. تولدش مبارک. اومدم بخورمتون. بچه ها این بالا اینی که میبینید جونمونه. برگام سبزه. قطعا همتون دیدیدش دیگه. کجا باید بریم؟ آها زیر آب. زیر آب راه داره. برو بریم. خیلی باحاله. نگاه کنید ما چه ویروس مؤدبیم. در میزنیم میریم تو. اینا بریم پایین. بی پایین دیگه. خب دوستان خیلی بازیش باحاله. راستی قبل از شروع که در واقع شروع کردیم دیگه، قبل از اینم مونده ازش، ولی میخواستم یه چیزی بهتون بگم. این بازی من الان اسمشو براتون وسط صفحه میذارم. خب نگاه کنید وسط صفحه رو. این اسمشو داخل مایکت سرچ کنید میاد واسهتون. و هم این بازی رو اگه بخواید تو گوشی دانلود کنید اینطوری، اگه بخواید داخل لپتاپ دانلودش کنید که خودتون دیگه میدونید بعد گوگل لپتاپ استفاده کنید و چند تا فایل دانلود کنید. دوستان نگاه کنید ما چه مؤدبیم. در رو میکنیم میریم. عجب ویروس مؤدبیم ما. در رو وا میکنیم. در رو بستی رو من. در ببندم دیگه. اصلا ما رو خورد کنید دیگه. در رو میزنیم میشکنیم. ولی دوستان خیلی باله. در رو وا میکنه. خب حالا تو جرأت داری فرار کن. دوستان یه خورده دشوار شد. نگاه ما در رو وا میکنیم میریم. عجب ویروس مؤدبیم. پایین تنش هم بخور دیگه. خم پایین. جونمون زیاد شد بچه ها. اینجا جونمون زیاد شد. اینو نمیشه وا کرد. ما باید کجا بریم؟ بالا سر راه دیدم. بچه من خودم این بازی رو نیما به معرفی کرد. نیما تکی 2. یعنی ویدیوشو دیدم که فهمیدم چه بازی باحالیه و منم تصمیم گرفتم نصبش کنم و دیدیم که بله بازی خیلی افتادم. آخ برو راه رفتن
توش مخصوصا با لپتاپ خیلی دشواره. ای اهرم. دستمون پایین نمیره. نه ای راه. بیا بالا. آها اذیت نکن من، اذیت نکن. این سه تا کار هیچ وقت نکن. مردم اذیت نکن. بیا با دهن عمو. نگاه کنید ما چه ویروس مؤدبیم. در رو وا میکنیم میریم. نه خوردمتون حالا قضیهش رو جدی میکنید. جون جون جون. بچه در رو دارم میکوبم رو سرش. در رو کندم. بچه یه چیز باحالی که هست تو این بازی، میشه بلند کرد خوردشون. بله بچه دهنشو میبینید خم. تو هم موندی راستی. این شاخکا فکر کنم زبونشه بچه ها. میگه اینو بزنیم. چی شد؟ آها باید نزدیکتر شیم. میگه که شیوفو بزن. شیوفو بزن پیدا کنم. آها اینو میگه. بریم. منو گیر انداختن دوستان. من چیزم اهرم باید بکشم اینطوری پایین. این چیه وای شد؟ این برای چیه؟ آها فکر کنم ما باید اینجا بریم. اینجا بیم. اینجا بریم بالا. آره کم کم تازه دارم میفهمم. برو بالا. از آسمانشگاه فکرم زدیم بیرون. افتادیم پایین. خیلی بال بوده چه افتادیم پایین. بزرگ و بزرگتر میشه. الان ما جونمون پره. بمیریم فکر کنم ما جونمون کم شه. سیف دستگاه سیف. بیم ور دیگه. چطوری من رد شم؟ من میخوام. من اینو میخوام. من همه چیز میخوام. خب ما الان کجا بریم؟ آها فهمیدم. اونو من اصلا ندیده بودم. نامعلوم بود. اینم بزنیم. چه عجیب سیو میشه. این چی بود؟ بچه اینطوری شکست. برو بریم. کار باش دست آدمو بی‌حس میکنه. خب بزن. کجا باید بریم؟ فرمش عوض میشه. خیلی جالبه بچه. جالب ترین. ما زیر آبم. این چیه؟ کجا برگانم نیست. در جهان هستی بودیم.
نمیدونیم چیه، بی هوا کنارش رد میشیم. برو بریم. باحالیش اینه میچسبه. برو دیگه. اینه به من آدم بدید. آدم میخوام. من آدم من. لامپ گرفته. لامپ هم میشونه. برگم. بچه این فکر کنم همه چیز رو میگیره. همه چیز. این ویدیو رو 2 بار ببین. چون نکته های سم داره. برو بریم پایین. استریم خیلی باحالیه. به شدت خفنه. بچه ها اگه تا اینجا ویدیو اومدید، این بخش که میبینید زیر ما بهش میایم میگیم سیمبیوت، همون داش ونوم، خونه ونوم، سیمبیوت، اصلا همین کرمه، این مریضیه. زیرش که دقیقا اینجا میشه، زیرش اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید لایک کنید، کامنت کنید، سابسکرایب کنید و چنل ما رو دنبال کنید. میخواستم یه چیز دیگه بگم، نظر من شد. زیرش اسم این بازی رو واسهتون مینویسم، اگه خواستید برید تو گوشیاتون دانلود کنید اگه لپتاپ کامپیوتر ندارید. فکر کنم اولش هم نوشتم، ولی اگه تا اینجا ویدیو دیدید دلتون خواسته دانلودش کنید، الان هم میتونید اسمشو اسکرین شات بگیرید تا دوباره بردارید. منم میخوام. چیکار کنیم حالا که نمیشه؟ لامپم مشکونه. ما اینجا اومدیم درسته؟ چیکار باید بکنیم؟ ها؟ بچه ها من فکر کردم اینا لکه است. تو نگو، شما نگید اینا خونه. من فکر کردم تمام مدت اینا لکه است. چیکار کنیم؟ از کجا بریم؟ از کدوم در بیایم؟ علی پروین پیدا کردم. خب ای بابا برو این بر، برو بالا 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 بالا. هی میفته، نگاه، دستتون روش نباشه میفته. برو بالا برو بالا. من آدم میخوام. آدم بدید تا بهتون نشون بدم. فکر کنم اینو بزنیم اونجا سیف شه. ها نه، فکر کنم بریم تو لوله. لوله سیف شد. نه لوله نه دوستان، فکر کنم همون سیف شد. دوستان اگه پارتای دیگه این بازی رو خواستید حتما بگید. این چیه وسط استریم؟ حاجی یه چیزی فهمیدید چی شد؟ ما در واقعیت سیف نمی کنیم، داریم خودمون رو تو کل آزمایشگاه پخش میکنیم. اشتباهی رفتم. آدم شب کن، این کلت داره بابا، کلت داره تماس مای چینی. کلت هم داشته باشی به یه برمونه. من اینو بگیرم بکشم. بریم درنشو سرویس کنیم. بچه ها آماده اید؟ خب نگاه کنید چه ویروس مؤدبیم. در رو وا میکنیم میریم.
تیکه بدنش پرواز نکنه وقت. بریم بابا، با کلت هم بیایید ما حریفیم بابا. با کلت هم بیایید ما حریفتونیم بابا. جوجوها چقدر سریع سیو میده. چه باحال. این چیه بچه ها؟ من نمیدونم این چیه، ولی احتمالا بفهمیم تو ادامه ویدیو. ولی من احساس میکنم داداشی بابایی کسی ازش. خب آروم وقتی برگشت، بذار برگرده، در رو وا میکنیم، دستمون رو به جلو، در رو بستم بچه ها. داشتید جونمون کم میشه کوچیک میشیم. چه عجیب. مردیم. این دیگه چه زندگی آخه ما داریم. مرا میزنی؟ آشغال عوضی. بچه لازم نیست بریم نزدیک که میشه در رو باید وا کنیم بخریمش. منظورم آدمه. کار خیلی با لپتاپش سخته، البته چون من موس ندارم اینطوریه. برو. کجا رفت؟ اینه؟ این که نصفه میخورش خیلی لذیذه. اینه کره. برو بریم، یه جون کم داریم، بریم خوار مادرشونو بریم جلو چششون. برو بریم بچه ها. فکر کنم دستمون تا یه حدی بیشتر نمیرسد. بیا شاخک بزن. این چیزه، این داره رفیقشو صدا میکنه به خدا. خب ما این را میریم مثل این که، یعنی باید بریم این را بریم، خیلی بهتره. چی شد؟ ها دوستان، مثل اینکه یه اختلال ایجاد شد. بله من مزنی بخرمت. کی بود منو میزد؟ خوار مادرشو بیارم جل چشش. سیف کنیم. دوستان بعد دوستان یه مشکلی پیش میاد وقتی من سیف میکنم. ببینید در واقع هر بار سیف میکنم این اتفاق نمیفته. دستم میخوره روی یه چیزی که نباید بخوره. منظور بدی ندارم، بد فکر نکنید. معلول، نه منظورم محلوله نه معلول. گوزید ترک خورد. خیلی باحال بود. ها این چیه؟
رفتم توش. این دیگه چیه؟ حاجی تار میزنیم. آیم اسپایدرمن. نگاه مثلا اون طرفی تار میزنیم، حالا این طرفی تار میزنیم. مثلا تو زدن آدما به کار میاد. آره تو زدن آدما خلاصه خیلی به کار میاد. بریم. اینا حتی از اینم نمیشه رد کرد. برو بریم. اینجا باید اسپایدرمن بازی در بیاریم. نمیشه. چرا؟ کجای کارو مگه ما داریم اشتباه می‌کنیم؟ بیا لحظه بریم بالا ما. بیا دیگه. نه میریم بالا. آخه اینجا راه نداره. راهی که نه اسپایدرمن بالا هم نمیره یزید. حاجی خیلی گول خوردم با این حس خوبی داره. بچه ما باید یه راه پیدا کنیم. مشکل اینجاست اون راه رو پیدا نمی کنیم. ها نکنی راه جلو چشمونه من کورم ببینم. خب هوا شد دیگه. خدا بس دیگه. برو. خب ما کار با اینم یاد گرفتیم. راه پیدا کردیم. نه پیدا نکردیم. بابا چقدر این راه رو مخه. نصف ویدیو رفت ما هنوز راه رو پیدا نکردیم. بذار یه فکر کنیم. اون دره هرچی هست داره وول وول میخوره. راه اینجاست بچه. اینجا بچه راه دقیقا اینجاست. نگاه کنید راه اینه. مشکل اینجاست ما نمیتونیم راه رو پیدا کنیم. یعنی با چی باید برسیم بهش؟ اینو دکمه رو بزنیم. باید بشه از زیر زد. آخیش خب ببریم پایین. حالا الان ما نمیاییم پایین. گیر کرده علی کلم گیر کرده علی. اشتباه رفتم. جوگیر شدم. آدم که اینجا نیست. حاجی چقدر حال میده اینجا پرسه زدن. سر یه صفایی داره.
برو دیگه. سخت کار باش. خب راه اشتباهی رفت. برو. سخت وجدان هم، ولی این بازی مخصوص آدمایی کرمشون میلوله. ای بابا، مثل خودم کرم دارم، کرمم هستم دیگه، هیچی. داره سخت میشه کار. فهمم این الان در کجا رو وا کرد. الان فهمیدم. خب بریم آروم آروم خوار مادرشون رو بعضشون بنشون. ببینم با تاره میشه کاری کرد. گرفتمش. خب کار همه رو ما ساختیم. جیغ نزن هنو که نخوردمت. آو! آرومتر بابا، ترسیدم. بدنش جا موند. بدن کیه میترسه؟ من که فهمیدم کیه جیغ میزنه. ببین خانم، اگه جیغ نزنی نمیام سراغت ها. ما چه مؤدبیم، در رو وا میکنیم میریم. ما جب فیروز مؤدبی هستیم. مثل اینکه دوباره باید در رو وا کنیم بریم. نه اینجا نیست. ای بابا، ویروس بودنم کار سختی ها. بچه کرمم گرفته، این دره رو بکنم.
ولش کن، ما مؤدبیم. من الان با تو یکی چیکار کنم بچه؟ نور تولید میکنه، برگام برای بکس. تار 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 تار. حاجی این دره رفیقمونه، رئیسمونه، دوستمونه، خواهرمونه، برادرمونه، شاید هم مثلا زیدمونه، شاید هم مثلا زیدمونه، نمیدونم. اگه این زید داشته باشه من نشته باشم، وای باید برم بمیرم دیگه. عالی جناب آیا زکنده. چی میگه؟ اینو بزن. اینا هم دیگه رو صدا میکنن، پشمگانم. اینا با هم یکی باید بشن فکر کنم. تو چی؟ از کجا اومدی؟ تو کی؟ من رفتم. میگه هر از گاهی اینو بزن. اینا هم دیگه رو صدا میکنن. خدایا کمک. این میگه کمکم کن، کمکم کن. او میگه نمیکنم بهت کمک، نمیکنم بهت کمک. شاید هم بگه بی بکشم. آره بریم. گفتم داد نزنی نمیخورمت، گوش نکردی. دیگه بهش من گفتم بچه ها، دیگه تقصیر من نیست که. بچسبیم به سخت، منتظر بعدی ها باشیم. یادم رفت اینو بخورم. آقا آدم اسلحه دار ندید وجدانن، ما را مکوشه. اینجا کجاست؟ پشمگانم. حاجی برگام اینجا کجاست؟ از اینجا که اینجا جای باحال و خفنیه، ادامه این پارت میره واسه هر وقت که شما گفتید. دوستان اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید لایکاتون رو چک کنید، چون یوتیوب از وقتا لایک ها رو میپذیره. ساب کنید اگه تا اینجا دیدید، دنبال کنید، حمایت کنید. ممنونم از این کاری که شما میکنید. فقط یه چیزی، این که من تایم ویدیو داره زیاد میشه، ممکنه آپلود نشه. پس بنابراین اگه دوست داشتید تو کامنت ها بگید که پارت دومش هم بذاریم. خدافظ. ان شاءالله تنتون همیشه سالم باشه. قربونتون.